سلام دوستان، امید خوب و سرحال باشید. در این ازش میخوایم طریق دانلود نمودن ویدیو را از تیک تاک براتون در آموزش ببینید. چطور میتونیم از تیک تاک یک ویدیو را بدون کدام ویزر نمیش دانلود کنیم. خب من وارد تیک تاک، بعدم بالای شیر کلیک میکنم، بعدم در قسمت کپی لینک است بالای از کلیک میکنم، بعدم از تیک تاک ما باید من تلگرام دارم باز میکنم، بعدم بالای سرچ کلیک میکنم، در قسمت تیک تاک دانلودر سرچ میکنین، بالای از کلیک میکنین، بعدا همون لینک رو کپی گرفته این قسمت پیست میکنین، بعدا که پیست کنین یک چند دقیقه منتظر میشینین. بعدا منتظر میشین تا تایمر از خلاص شود. خب تایمر از خلاص شد. من بالای سه لاین کلیک میکنه، سه نقطه، بعدم در قسمت سیف گالری بالای از کلیک میکنه تا ویدیو سیف شود. خب حالا میرم گالری را باز میکنم، در قسمت ویدیو را که از تیک تاک دانلود کنیم بدون ویزر